سلام. امروز میخوایم تو این ویدیو ساخت آدامس کلاس رو بهتون توضیح بدم. ابتدا باید مقداری از گچ مجاور دندون توی ناحیه لثه رو برداریم. این کار باعث میشه پلاکمون گیر بیشتری داشته باشه. اولین مرحله ساخت پل یا بریجه. ابتدا باید حدود 10 سانتی متر از سیم ارتودنسی شماره 17 رو کات کنیم. سپس با استفاده از یک ماژیک یا خودکار طول بریج رو تعیین می‌کنیم. به عنوان مثال طول بریج برای دندان مولر برابر است با طول مزیوباکال و دیستوباکال. با استفاده از همون ماژیک علامت‌های مورد نظر رو روی سیم نیز می‌گذاریم. از نقاط مشخص شده سیم رو توسط پلایر به اندازه 90 درجه خم می‌کنیم. بعد نوک پلایر را روی نقاطی که خم کرده ایم قرار می دهیم و اولین اوورهد را همانطور که می بینید فرم می دهیم. برای سمت مقابل نیز همین کار را تکرار می کنیم. مرحله بعد تنظیم کردن اوورهد هاست. ابتدا اوورهد را با پلایر نگه می داریم و همانطور که می بینید به آن یک زاویه 45 درجه می دهیم. همین کار را با قسمت مقابل نیز انجام می دهیم. سپس کلاسپ را روی کست می گذاریم و یکم پایین تر از سطح اوکلوزال علامت می زنیم. بعد از محلی که علامت زده ایم 90 درجه خم می کنیم. همین کار را با سمت مقابل نیز باید انجام دهیم. و قسمت اضافی سیم را کات می کنیم. باید توجه داشته باشیم که انتهای سیم را یک انحنای کوچک بدهیم تا در آکریل گیر بکند و بیرون نیاید. همانطور که می‌بینید همین کار را برای سمت مقابل نیز انجام می‌دهیم. به اندازه حدود 90 درجه خم می‌کنیم و آن را تنظیم می‌کنیم. و مجدداً قسمت اضافی سیم را کات می کنیم.
مانند سمت قبل مجدداً یک انحنای کوچک می دهیم و تنظیم نهایی را انجام می دهیم. اکنون آدامس کلاس به ما آماده است.